ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 5 ایون سال 2024 درباره به مهلت 10 و 7 شبانه روز حبس شدن دو دختر برای بدمستی و میدان‌فروشی در ساعت 2 شب خبر داد. یکی از دخترهای حبس شده 22 ساله و دومی همگی 19 سال دارند. میلیشیا گفت از می زیاد نوشیدن مشروبات در اکثر موارد بالاخره به قانون شکنی انجام یافته نفران سرخوش را شرمنده و بدنام می‌سازد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملی پایتخت تاجیکستان، کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه فردوسی برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی شهروندان کریمبیک و سروینوز سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر ایسار و جورای و فرزانه سال تولدش 2005 استقامت کننده شهر دوشنبه را دستگیر نمودند که از در حالت مستی دست به قانون شکنی زدند. ضمن سنجش معلوم کرده شد که نام بردگان نیمه شب 4 ایون سال جاری تقریبا ساعت 02:00 دقیقه در کوچه سامانی نویه فردوسی در حالت مستی به شهروندان در افتاده با دشنامه‌های قبیح شأن و شرف اطرافیان را پس زدند. همزمان نام بردگان با همدیگر نیز مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی و آرامی و آسودگی شهروندان را خلل‌دار ساختند. خبر داد میلیشیا دوشنبه خود سروینوز و فرزانه یا نزدیکان آنها برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی میلیشیا گفت ثبت مناقشه های آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به هر دو دختر طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اعلام میدان‌فروشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود نسبت به کریمبای و سروینوز جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز و نسبت به جورای و فرزانه به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرده است.